و سرداوری ببخشید سرمربی حلال اسحاق پهلوان از پشت آدر سایچا پهلوان آمدن از سیام پهلوان سالمی هر دو پهلوان از جانبی برادر امام اکری امریدین نقشف 5000 تومانی مرحبا وارد میدان شد حلال پهلوان علی حلال سالمی هر دو پهلوان 5000 سامانی از نام اکری امریدین نقشف اکری امریدین نقشف از ناحیه دنغره خوش آمدی برادر عزیز اکای امریدین نقشف با فکرم یک 2-3 سال پیش بود که یک مرکه گوشتین هم با فکرم تشکیل کرده بودن در وادی دنغره خیلی گوشتینی کلان بود لیکن برادر عزیز همین ما یک فیل داریم که فقط همین پریموی گپ زنیم همین عروسا کمتر فیلمون عروسی شده است میدان تانده ارگانیزاتوری همون کمتر خوب میشید بسیار گوشتین قدر سال مای خوب داشتین قدر پهلوان های معروف بودن بسیار زحمت میکشین شما اکای امریدین نقشف قرین و اون مرکتون خیلی مرکه با قوت بدن برادر عزیز من برای خودم وعده داده بودم که تیز برای همین گوشتین دوشنبه اعلان میکنم برای چی؟ چنان در ذوق و شوق آمده بودم در همین گوشتین دوشنبه هم سحر فر آمدم روز دویم روز فینالاش بود ویخت فینال و فینالاش بود در همین گوشتین که رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی تشکیل کردن من همچون یک شهروند تاجیکستان صد آفرینش میخوانم به خاطری که در سطح بلند عدالتش گذشت به نهایت میگه کلشین راست گفت خب من گوشتینی که اگر تقبازی باشد هیچ وقت گپ هم نمیزنیم غیبت هم نمیکنیم و تعریف هم نمیکنیم ولی در سطح بلند بسیار خوب گذشت خیلی عالی آفرین و این مرکه‌ای که در سطح بلندی بین المللی گذشت در میدان حیدر پهلوان ناحیه بلندکوهی خاولین محیط از همدانی بین هر دو پهلوان یک استیرال ماشینه و 500 سامانی مرحمت وارد میدان شد Başlasam bir kalta. Sayan Pahlawan برادران التماس همین اینا من شما را هیچی نگفتم آساسته حالی میریم همون موبایل میدان بیاین همه کسی میدان را ترک میکنیم بیاین بالا گینه ما ترک کنیم بیاین همه پهلوان ها رو بیارین این طرف برادرای کارگرای امان از شما التماس برادرای عزیز کمک کنین بیالا مفروض میاد در میدان پهلوانی
جمهوری تاجیکستان در وزن تا 73 کیلوگرم برآمد میکردگی برادری پهلوان معروف کشور و سرداوری ببخشید سرمربی حلال و سرداوری ببخشید سرمربی حلال و سرداوری ببخشید سرمربی رسلان کشیلیوف حریف خدا حلال زد. آفرین آفرین رسلان کشیلیوف победитель. از پشت سایچا پهلوان خواب پهلوان خواب در طبع رسلان آمدن اما اتفاق رسلان و اسحاق پهلوان برادرای عزیز بلندی اکار خالق میکنید آواز نمید رویم خواب همگی اینجا بیاید نزد ما بیاید پهلوان ها را همگی شکفا برید لوی کاویار را خالی کنید لوی گلیم را خالی کنید محمد یاسین نزد من میدان یک آوشن گیرین پهلوان ها هر دیتی پهلوان ها دو پهلوان دیگر همین وای را گیرین کرباسان را بگیرین آبی میدان را کشیده بگیرین برادر عزیز همینجا را خالی کنین برادرها التماس همینجا را خالی کنین دو دست دیگر گوشت گیرند دو دست دیگر سایان پهلوان و پهلوان جمهوری تاجیکستان بهرام صوفیوف وارد میدان شد سایرهی پهلوان از جاروبکل یک گوتوک یک پالین یک رفتی اکای شادی از دهه آفتابلیقا همین بچه کلانی شما را گم کرده است نزد من بیا که بسیار یادتان است خالی کنیم اینجا را همه را خالی کنیم
طلبکار خورشید مجیدوف ارشاد مرحمت وارد میدان شد. در نام خورشید مجیدوف 1000 سومانی در طبقش میمونه. آن سالم شما برادران عزیز در رسلان گتوف اسحاق پهلوان از پشت مادر سایچا پهلوان آمدن. از سیام پهلوان اسحاق پهلوان از پشت مادر سایچا پهلوان آمدن. از سیام پهلوان اسحاق پهلوان از پشت مادر سایچا پهلوان آمدن. از سیام پهلوان معرفی خدا حلال زد. آفرین. Спасибо, Саян. Спасибо за твою красивую борьбу, за твои красивые броски. Добро пожаловать в Куляб.